بله مرا کریس صداکو پای در هوا کوانتوم. بد نبود کریس. بد نبود؟ جوی من در هوا دستش کشیدم و شاسیش بلند کردم. روی پا آفتاب مهتاب زدن دسته‌ای کار آسانی نیست. فهمیدن گپی که زدی آسان نیست. ما برای ترجمه میکنم جوی. کریس از اصطلاحات خاصی است که سواری استفاده میکنه تا بعضی از حرکات آیرودینامیکی دشوار توضیح بده که وقتی میگم از ماس خیلی از ماس ایره فامیلی چوچکک بیچه بامم چی میکنی؟ ای از ماس بیا مرا گیر کن. بیا دیگه بیا چوچکک بیا. کریس یه کاری کن. من خویش نمیشناسمش. تو را چی شده؟ وقتی که یک کوچکتر آزار میتن باید کمکش کن. چرا؟ تو بچه هیکلی هر دوی ما رو بزن نه؟ برو. آی کریس خوب کاره درست همی است. بس گریه نکو چوچکک گریه نکو. کریس یک کاری کن. اگه تانستی مرا گیر کنی ایره برات میتم. بیا دیگه بیا از یک راه دیگه بریم. کریس کتاب فوق‌العاده. وای وای نه کریس من ترجیح میتونم برم روی پول. این زمان ویژه است که من شما را میبرم تا مردی را ملاقات کنید که پشت چیزی که باور داشت درست است ایستاد شد، حتی با اینکه خطرناکترین انتخاب بود. گیز ما کجاستیم؟ مثل که در بابل باستان هستیم، حدوداً 500 سال قبل از میلاد مسیح. پادشاه شما مرا خواسته. دانیال دوست من، تو محبوبیت خاصی در دربار ما داری. تو از تمام مردان پادشاهی ما حکیم تر هستی و خاطر تمام کارت از تشکر میکنم. از لطف شما تشکر سرورم، اما حکمت ما فقط از جانب خدای متعال است. او که وقتی ما به درگاهش دعا میکنم به ما قدرت میبخشه. تو زیاد از خدا تعریف میکنی. هر چیزی که دارم و هر چیزی که هستم از جانب اوست. دانیال، کاش ما هم به اندازه که تو به هدایت خداوند اعتقاد داری به چیز اعتقاد داشتم. حالا وقتش از پتکی بریم بیرون. البته که ما مجبور میکاره کنیم و این کار حتما میکنه. وقتش است که خیز هوایی بزنیم گیز. گوش کن چی میگم. ارسلان باید در مورد علاقه پادشاه به دانیال یک کاری بکنی. تو کوشش کردی در کار دانیال یک مشکل پیدا کنی اما نشد. من راهش پیدا کردم. منظورت چی است؟ امرایی در فرقش میزنی؟ نه من نمیخوایم بزنمش پرشان. عاقبت دانیال بدتر از این خود بود، چرا که پادشاه را مجبور کردم این بیانیه را امضا کنه. دانیال فکر میکنه که بسیار با ایمان است که همیشه دعا میکنه. همین عادتش حکم مرگش امضا میکنه. اینا میخواین دانیال یعنی دوست پادشاه رو از کار بندازن. کریس باید برایش خبر بدیم. بریم بالا، ایستگاه بعدی پشت بام.
وقت شما را بگیرم پیش شیرام اندازمتان. هیچ شور نمیخوری تو اسب لعنتی. ناده خوب شد. پس بیا دوست. باید یک کاری کنیم کریس. اونایی که صدایشان در قصر شنیده میخواین به دنیا آسیب برسونن و پادشاه را بازی بدن. جوی تو شنیدی اون نگهبان چی گفت؟ اگه دوباره ما رو در قصد بگیره میندازیم و پیش شیرا. پس باید دانیالا پیدا کنیم و برش هشدار بدیم. یام اسب و گودی شما. صحیح و سالم. فقط یک تصادف بود. ببخشید. من همیشه میگم شاهنامه آخرش خوب است. دیگه سوار اسب که از شما نصف نشید. آقا شما احتمالاً دانیال دوست پادشاه رو میشناسین؟ چی گفتی دانیال؟ خب ما او رو در اطراف دیدیم. به نظرم آدم خوبی است. شنیدیم 3 بار در روز دعا میکنه. میفهمی کجا پیداش کرده میتونیم؟ آخرین خانه دو سرک. شهروندان بابل گوش کنین. فرمان از سوی داریوش پادشاه. هر کس در طول 3 روز آینده کسی را بجز پادشاه پرستش کنه بچای شیران انداخته می شود و این فرمان از امروز قابل اجرا است. وای نه، عجله کنیم. من؟ شما کی هستین؟ ما دوستای تو در خطر بزرگی هستی. چطور شما نام مرا میفهمین اما من شما را نمیشناسم؟ لطفاً گوش کن. دارن نقشه میکشن تو رو بکشن. پادشاه فرمان جدید صادر کرده که اگه کسی غیر از او را عبادت کنه پیش شیرا انداخته میشه. بله، قبل از خارج شدن از قصر از این موضوع با خبر شدم. این حکم مستقیم پادشاه نیست بلکه ارسلان و دوستایش مجبورش کردن. حالا میخوایی چی کنی؟ اما کاری که تا حال میکردم. شاید بهتر باشه پنهانی پرستش کنی. اگر وقت من کار درست انجام میتونم بخوایم از کارا و گپای دیگر را بترسم، او وقت من دیگه هیچ قدرتی ندارم. ای کاش مام قدرت تو را میداشتم. جوی با من زانو بزن، برات یاد میتونم چه قسم دعا کنی. خدا دوست داره واقعا هرچی که در دلت هست برش بگویی جوی. او تو را دوست داره و میخواد که همیشه همراه صادق باشی حتی در زمان مشکلات. جوی خودشان هستن. فکر نکنم این چیزی بود که اونا برش دعا میکردن. دانیال من تو را با این حکم به دستور بالاترین مقام دستگیر میکنم. ممکن است تو مرا دستگیر کنی اما نه به دستور بالاترین مقام. تو باید همراه ما بیایی. نه صبر کنی.
درس عبرت میشه تا عقوبت کسایی که خدا یا انسان دیگری را غیر از داریوش پادشاه پرستش کنه ببینن. مثلی که هیچ بریش مهم نبود که میبرنش بندازنش در چای شیر. دانیال کاری را که باور داشت درست هست انجام داد و تشویش عواقبش هم نبود. وقتش هست که ما هم میکنه کنی. کجا میری؟ تا و داریوش پادشاه بگویم واقعا چی اتفاقی میفته؟ ای کارا چی معنی میته بر ما بگوین؟ ما دانیال وقتی که پیش خداش دعا میکرد گرفتم. دانیال؟ سرور مقدمات اجرای حکم اعدام انجام شده. دانیال دوست ما است. فرمانی که پادشاه صادر کرده حکم قانون داره، اما نمیشه کوره لغو کرد. حتما یک راه هست. سرورم دستور خودتان بود، کاری است که انجام شده. وقتی مسئله جان یک دوست وفادار در میانه است ضرور نیست اجرای قانون عجله کنی. ما فقط خوبی شما را میخوایم. اگر به صورت با اولین قانون شکن برخورد نکنین ضعیف معلوم میشین و دیگه هیچ کسی برای شما احترام نمیکنه. پادشاه، من با تمام وجود به شما احترام قائل هستم، اما با فرمان و یا قانونی که مرا از پرستش خدای یگانه راستین من کنه کار ندارم. یعنی خدای ده قدر برات مهم است؟ همینطور است. اگه به پادشاه بگیم افرادش علیه دانیال نقشه میکشیدن باور نمیکنه. تا وقتی که امتحانش نکنیم خب نمیفهمی. چی رو امتحان کنیم؟ شما سر و صدا کنید تا که من داخل برم. آلیس، نگهبانای قصر شمشیرهای فولادی بزرگ دارن، مگه ما میخوایم همراهی چوب با اونو جنگ کنیم؟ شما همراهی اونا جنگ نمی کنی. باید با یکی دیگه جنگ کنی. باید فکرشان دیگه طرف کنین تا بتانم بدونی که متوجه مشون ازشان تیر شوم. آماده باشین بچه ها. تو نمیتونی منو شکست بدی. این میره بگی. ای سینای قصر نبیاین گدگره چوشگه. من با تو یک جایی نمیشم. تو پدرم کشتی. نه، من خودم پدرت هستم. چی؟ این خود که از این سن خود نمیتونه پدر کس باشه. فکر کنم گومه ما کردن گیز. گیز بیدار شد. کفشای موشکی روشن. گیز حالت خوب است؟ بعد این
این وسیله اعلان می‌گردد که دانیال به جرم سرپیچی از فرمان پادشاه و اخلال در نظم به چاه شیران انداخته خواهد شد. اوه دانیال، میبینی محبوبان چقدر زود میرن. حالا بگو خدای تو کجاست؟ شاید غرش شیر قدرتمند باشد، اما خدای ما قوی تر است. دانیال، امیدوار هستم خدایی که پیوسته او را پرستش میکنی تو را نجات بده. بسیار ناوقت گدو. و ایام پایان دردناک دانیال. چی کسی میایه؟ یکی از دوستای دانیال. میتونم همراهیتون گپ بزنم سروره؟ تو زندگی تا به خطر انداختی تا همراه ما گپ بزنی. کدام موضوع میتونه اینقدر مهم باشه؟ انجام دادن کار درست. منظور تو چی است؟ سروره، میفهمیدن افراده که مجبورتان کردن اون فرمان امضا کنن بسیار پست هستن. میفهمم که با تاج و تخت توطئه میکنن. گاهی اوقات پادشاه هم در مورد غلط و درست بودن کارا شک میکنن. امشب نمیتونم بخوابم. ما باید هرچی زودتر بریم و دانیال ببینیم. زود شوید. عجله کنید. و دیدن دانیال میریم. چرا باید عجله کنیم؟ حتما تا حال دانیال مرده. حالا میفهمیم که خدای دانیال واقعی است یا خیر. تو اینجا بیا. سرورم، اونا کسایی هستن که ای همه درد سر جور کردن. من او 2 نفر با او دخترکم میبخشم. وای. ای مهرموم هنوز سر جایش است. سنگ تکان بتن. دانیال، حال همراهی یک مرده گپ میزنن. دانیال، آیا خدایی که پیوسته او را پرستش میکردی تانسته که تو را نجات بده؟ پادشاه تا ابد زنده باد. چی؟ این امکان نداره. او زنده است. او زنده است. خدا فرشته خدا فرستاد و او دهان شرا را بست تا به ما آسیب نرسد، به خاطر که نه در پیشگاه او گناهی کرده و نه در حضور شما خطایی مرتکب شده. ای پادشاه، او را بیرون بیارین.
این فرمان از طرف من است که در سراسر امپراتوری من تمام مردم از حضور خدای دانیال بترسند. نفهمیدم چطور امکان داره؟ او خدای زنده است، تا ابد پادشاهی خواهد کرد. سلطنت او به زوال است، قدرتش هرگز به پایان نمیرسد. و اما شما باید از نزدیک صدای غرش شیر تجربه کنید. کریس، گیزمو، کتاب فوق‌العاده ما رو برمیگردونه به خانه. بیا بیگینه، بیا چوچگک، بیا. درستم اونجا که رفتی. اگه دانیال کار درست انجام داد پس من میتونم. چی گپ هست؟ چیزی میگفتی؟ کاری که دارومی است. باید اسکیتشو برش پس بیتی. همی حالی. کی گفته؟ ما میگو. خب دیگه کی گفته؟ من. تو مام همه قسم. بله مام گفتیم. گپ مام است. مام گفتیم. من خود کدش مزاق میکدم. این تفلک هیچ مزاق نمیفهمه. نه نبیگی دیگه بابا نگویی تفل. تامی وقتی خوبه نبود. باره بابا بچه جان، اسکیت بازی از تفلاست. خب فکر کنم بعد از اینکه از چاه شیرا فرار کردیم گیزمو این حرکت روانتر انجام میده. بخش